روز 29 فوریه صدها پناهجو به هدف رسیدن به اروپا مرز ترکیه را گذشتند. قبل از آن منصبداران ترک ابراز داشتند که مرز را می‌کشایند. این حادثه بعد از کشتار 33 سرباز ترکی از طرف ارتش سوریه به وقوع پیوست که زیر حمایه روسیه است. روز پنجشنبه مسکو و انکره یکدیگر را مسئول حمله در قسمت شمال و غربی سوریه نامیدند. در نزاع‌های تخمیناً 30 سال گذشته ترکیه در روز چنین تلفات بزرگی جانی نداده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه اضطراری دایر نمود تا از جنگ روی راست روسیه با ترکیه کشوری عضو پیمان ناتو جلوگیری کند. پناهجویان به خبرنگار ریترز تاکید کردند که با امید زندگی بهتر و شایسته عازم اروپا شدند. از سال 2016 هم ترکیه سد عبور پناهجویان به کشورهای اروپا به شمار می رود. کشورهای اروپایی که با اشاره به سرایت کرونا ویروس راههای محدود نمودن مهاجرت به این قاره را بررسی می کنند، از احتمال موج نوی پناهجویان نگران شدند.